چی آوردی؟ این شامپور آوردیم. کجا میبری؟ این نمایندگی. نمایندگی کجا؟ سید اجمیر. سید اجمیر. باز چند میتت از این؟ از این کارتان داره پس 30 روپا. 30 روپا. حال امروز برف و باران است خدا خانه میبودی و بدر. کار نمیشه چطور کنم؟ خود 10 نفر هستن یک کارگر ماست ما والا کلش ریزگی خانه هم کرایی. حالا هم کرای خانه کار داره خرج کار داره. ما 2 ماه میشه کرایش هم نداره. در کجا است خانه؟ بارچی. شما مالیه میتین که در این سرک تیر میشین؟ مالیه؟ مگه مالیه میتی؟ کار باشه مالیه میتون. کار باشه. مالیه میتیم برش. حالا خوینه تو خبار کردی لالا جان. بار میبینی صبح 6 بجه بدیم تو بعد اسلام نکردیم. دا اول د اسلاف دیده؟ دا اول اسلام نده. 100 روپیه در کهی؟ همدغسې ډېرې راکړي سړک د موسیې ډکې ده ما دلته تسلیم کړه تېره ورځ زما ولاړ یم وایي 10 روپۍ درکوم راته راوړه دا څنګه ستړی یې و ماما ولا داسې لاړم په دې کوڅه باندې رانغلمه ښه دلته خټې دي خټې دي کراچي ټایر ده خویږي په قاضي باندې راسمه سړک ښه سړک ده خویږي نه خړ ټماټر نشته او کور دې چېرته ده؟ کور مې لوګر کې ده ښه د شپې بیا ځې کور ته که دلته اتاق لري؟ نه شپې کور ته ځم ښه دا خو 100 روپۍ د کرایه کېږي ولا نه ډاله کې شپېته اویا روپۍ ورکوو نو مجبوري ده نو څنګه یې وکړو کارګر په خپله یې؟ خپله یم د کور نه مې پلار شته نه مې مور شته زه یم یو مې وړکی ورور ده او یو مې وړکی خور ده دغه 3 نفره یې خلاص ته کار کوې؟ زه کار کوم لاسونه دې م ښه یخ ویلي ولا داسې یخ ویلي چې بیخي کار نه کوي تو کجا میبری لالا جان؟ ما لالا در بغل چاک نیست پیش در چاک نارسیده دیگه خب خانه کجاست؟ خانه ما کارتینا است کارتینا و باز خانه کرایی است یا از خوده؟ کرایی است چند کرا میته؟ 2000 2000 پورا چند میته که حالا میبری تا اونجا؟ 50 روپا از کجا آوردی کجا میبری؟ با قاضی میبرم تا چاک نارسیده خب 50 روپا را اینال تو نان بخوری کرای موتر کنی کرای خانه بتی یا ملا اذان کړو ما خام اذان پر زړه ته ولاړم د کوم شکینات ما یو ور په ما کوټه وینه ولا او راته ویلو چې دا سودا راوړل چې په خولو بیا څنګه راته وکړ کړم ولا کوم اسلام ما کړی زه په چشي واخره دکاندار نه قرض کا راته راوړل چې نه پاخو هموطنان عزیز سلام برسه خدا کنه جور و سلامت باشین سپاسگزار هستیم از بیبی حاجی کریمه پسر کلانشان حاجی صاحب که باز اخیر برنامه هم کارهای نامش بر شما میگه یک مقدار پول روان کردن و ما خواستیم که امروز کسایی که کار میکنن در این روز برفی در مندوی کابل هستیم و کسایی که بار دارن واقعا کار میکنن این برادر ما این از لوگر میاد تا اینجا هم 150 پیدا میکنه این برادر ما دیگه جای است و برادر ما در دشت برچی است یا نه اگر حداقل پیسه یک هفته نان هم می داشتن شاید از خانه خود بیرون نمی شدن اما اگر امروز کار نکنن تفلکا شب گوش نمیمانن یو نیم زره روپۍ د برق بیل را باندې راغلی ده نه کومه کومه څه زه ورته ورکوم برق راته وویل که د تاویل نه که زه لاین قدر در باندې کوم الله دغه د خپله درته راوړم کاکا خوب هستی؟ بخیر سلام علیکم جان جوری بخیر تقری کجا رایی بخیر؟ چیز بار کده؟ بودی لیلامی چند میدیه باز تو را؟ 60 روپیه تی چندم پیره؟ یک پیره اوله ده ایتا روز پیدا میشه دیگه پیره الله نه ما یک پیره بار کردیم بیا خدا مهربانه تو چطور در این کار رو آوردی او بدر؟ والا کاکا جان چی بگم یک کار بار داشتیم خب ما میگم نه پورا از دست دادیم نشد دیگه ماش نبود بله مجبور شدیم که بیایم همین کار کراچیوانی تا خب مخی وظیفه و وظیفه هم باو اوز کراچیوانی اوز کراچیوانی بس خدای مهربان الله دې غیب او رحمت الهی امین. خب دوستا شما میبینین هموطنای ما را کلش بار داره و در این روز برفی آمدن به خاطر از اینکه
پیسه یک 4 تا نان پیدا شد. همه طور است. اون طرف نباشه چرا از خانه به خانه من دور است 2 کیلومتر. آمدیم که پیسه نان خشک کار کنیم. از طرف بیبی حاجی کریمه 3000 افغانی برتان میتم. پروردگار عالم او را خیر بده. این 3 کی از خودت؟ خدا اجر خیر بده بیبی حاجی. 3 اینا کاکای خدا اجر خیر خداوند 3 اینا پدر از خودت. رئیس بار نکردیم رئیس جان. 2 3 8 ماه دارم. یعنی میال سرما خورده باور که اگه پیسه دوایش اگه داشته باشه بسیار وضعیت ما بی اندازه خراب است. نیست کاربار اینا مجبور است اینم کراچی را گرفتیم کشیدیم اینم قدم کراچی. ایره 2 روز کار کردی یک سیر زغال خریدی؟ دین روز نیم سیر است. نیم سیر است؟ بله نیم سیر است. یعنی امروز دیگه این از صبح تا بالیم 50 روپیه سر از زمین گرد کردیم اینا میره خریدیم اینا برده روان. چند تا تفلکای تا؟ از ما شکر خدا از 2 تا تفلکای خوردم. از 2 دانه تفلکای یتیم از همشیریم صغیر مانده. میتونی بیای ببینی یک دانه دخترک است یک بچگک اونو خدم خودم است. این از شور بازار هستم 15 وام سر تو است. بله وام سر ماسک 15000 روپیه کرا میتم از این خانه. بسیار وضعیت ما خراب است صاحب. اگر می دستکای د چی اولا کردن؟ دستای ما صاحب نه دیگه دم کراچوانی است دم کارگری یعنی این دستکای از رسای کو کلش اولا کردن. ما امروز بیا خداوند پاک رحم کنه از طرف بیبی حاجی و بچه کلان شاجی صاحب این 3000 افغانی را بگی پروردگار عالم خانه خوابات میگم خداوند بیبی حاجی را خداوند هر احتیاج هر محتاجی که داشته باشه خداوند رفع کنه و هر حاجت که داره خداوند با حاجتش برسانه. خداوند ما میگم دمی روز که بر ما شما کمک کردین خداوند ما میگم آخرت آخرت برتان خداوند نصیب کنه. سکه موره الک می جوبل ده کله که می راکت ولګید میدان وردا ګوتا می ریلیز کول تاتلیم ریلیز ځکه په دې کونی کوله دې کونی پیژنې او ول نه پیژنې دې کونی می کوله راکت راغی کور کې می ولګید هم شاید شه هم جوبل مثلا می دې مثلا زر خیرات زوی د شهید شوی که نزدیک می هم شاید شه مشر اولاد می الله بل می دلته جوبل شپل لکه اعصاب کې پارک لاره خیرات په ځنه ورت کوم دا زنه ورکوم هغوی ته نه ښکاري چې زه خیرات ټولوم الک ته مې الک مې جوړ الله دا واخله در سره خدای مې دا تاسو کور دې چیرته ده؟ کور مې پغمان. ها پغمان نه راغلی بیا څه وخت ځې بیرته؟ نه پوهېږم په ساعت یا 8 یا 9 یا 8 یا 9 بجې. الله ولې ژاړې مورې؟ جانات مې ډېر دغه مې ډېر د څنګه وکړم والدې خدای خو شته که نه؟ خدای شته دی چې خدای شته خدای داسې مسیحان میدی در جو بچه را ده مسیحان پسند خیرات ولم یک بچگه که شهید شده یکشان زخمی است و به خاطر تفلکای از او میگه من خیرات جمع میکنم و بچه ما باید از نفهمه که ما آمدیم به خاطر خیرات جمع کردن پیسه خیرات نشان نمیتیم که اوز بیا مازدیگری جی بیرته موفام زما چیره مازدیگر دا 15000 روپۍ به واخلي دا بیبي حاجي را لېږلې ښه خپل مشر زوی سره ژوندی ارمان دې باسه
گند بسیار کن خدای دیدیم بغور کن جاده تا د پاک خدا بدون لری هیل لری پاک خدا درمان ژوندی اوسې مور دا چترۍ مې تا شوه 50,000 افغانۍ مې واخله یو موټر کې کښېنه لاړ شه کور ته له خیره صحیح ده پاک خدای د ارمانونه پوره کړه لاس نه مې راټول کړه لاس پلاستیکونه مې ټولول لرګي به پرې واخلم موبایل وټکړم دا څو ورځې واوره ورېږي کور نه مه راوځه صحیح ده هغه کې دوه منې ټیپ کې به مو به توجیه کړې وې هم بسکا کې اچولې بیا به موږ ورته کېناستل پلاستیک تویشه میگه در پیپ دوسیره او جوش میکنیم بازو را در بشکه مندازیم بشکه را زیر پای خود میمانیم از خاطر یک چوب نبود و این پلاستیک کارم که خپل لمبیه که دا بده خیستی و خیلی ما سر بل شته دغه د هر شش به ما ته پاک خدای دې الوار به دوادو ته کوم په مغه شپه مې دال پخ کړي وه وریره چې راکټم کور کې ولګېده هلک ته مې ور واچول ویې خوړل له کاسه کې پاتې وه کاسه مو زه له وینې ډنډ خیر سي پاک خدای دې ارمانونه پوره کړه لار نه مې دې راټول کړه چې ماښام لکه لیوه یا سپی چې په سارا ګرځي او کور ته به یې کړه پاک خدای دې ارمانونه پوره کړه هموطنان عزیز فکر کنم که آمد برف بود و یک مایک ما از دست دادیم در مایک چی میگن برف رفت دیگه خراب شد و امیدوار هستیم جور شوه مایک دیگر بعد از سال بار اول است که کار گرفتیم همین خوب است که امکانات باشه و آدم بند نمانه خواهم اوس 2 روپۍ هم کار کړی نن له خیره والا نه ده کړی او 10 روپۍ کې یو کس سړي راکړلې هغې هم ډوډۍ واخیستله نو کار نشته نو باران کې کار لږ وشي دا ښه چې کار وکړئ 2 روپۍ کېږي ښه کار چې وکړو به داسې وایي چې د ورځې د هغه ښه ورځ زموږ 80 روپۍ 100 روپۍ دې نه جګه نه وي په دې باندې بیا څه شی کوئ تاسو باندې به دغه وچه ډوډۍ اخلو بس هلته دغه شان چي سره خورو نو کله د بوري پیسې نه کله به د چي نه دغه حال دی څنګه دا تریخ چای کوم بره نشته تریخ چای اسکو دا تریخ چای سره به ډوډۍ خورو به څه وکړو بس الله دې ورحمیږي ته داسې یو کار وکړه چې دغه مایک تاسو واخلې تاسو ولیدل چې موږ مایک کې مشکل پیدا شو که نه خدای مهربان ده که نه الله دې تاسو ډېره ژوندي لري الله دې ټولو باندې ورحمیږي دا 2000 به ته واخلې او 2000 به ته واخلې صحیح ده ماما بس نو کوم دوستان چې کومک کوي هغوی ته دعا کوئ هغو له دې الله تعالی د هغو قبول او منظور کړي تاسو له الله تعالی ډېر عمر درکړي ځکه تاسو زموږ د غریبانو پوښتنه کوئ الله دې تاسو له ډېر اجر درکړي ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ کامیاب لاره الله دې جنت کې پوه شي په دې وخت کې موږ د 2000 روپۍ سیمینار ځکه 2 لک روپۍ دې چې وکړو مجبوره یې لرګي نشته ده زغال نشته ده نور کور بوره نشته ده نو داسې غواړم دې به مخامخ یو شیخ نو چې هغه کور کې استعمال وکړو به دعا کوو توکل په خدای دې مننه خوشحاله اوسئ
توا میفروشم. حالا امروز روز برف است، تو چرا برآمدی از خانه؟ از مجبوری آمدیم. شب موتور تاوال صندلی نمانده. شوهرت چی کرده؟ موتور چند تا طفل داری؟ 3 دانه. 3 دانه؟ کرای خانه تو سر ماند. اینه میتونم که یک ساعت شد. خب اگر مثلا خودت کرای خانه را می داشتی یا حداقل می سودای خانه را برای خودت لازم بود که امروز برای دی روز برفی به خاطر کار؟ نه دیگه چی میکردم که می داشتم مجبوری نمی بود. چرا من می برامد تا بار صندلی نمونده. این صدایت که گرفته است گفتی مریض هستی، پیسه دوا را نداشتی؟ بله یا استکایت هم یخ زده؟ بیا خدا مهربان است، توکل ما شما به خدا مادر. مایی که در جیبم کنم که یکیش خراب شد دیگهش خراب نشه. ما که پیسه را میتیم دیگه بازامت برو به خیر خانه. خب این 3000 پر بگی برو به خیر طرف خانه دیگه. صحیح است؟ این از طرف بی حاجی و حاجی صاحب کلان بچهشان کمک شده بود که بر شما تقدیم کردید. خدا خیرشان بده، خدا دگام بدشان، خدا نگاهشان کنه. سلامت باشی دیگه. چیزکای تا جمع کو برو که روز برفی است و مریض آمد. خیر میبیره. به خیر باشی. چطور از کاروبار؟ خوب است شکر دیگه. نیست غریبی نه. چیز دستلاف گرفتی؟ نه 100-1.5 روپیه شده. خانه کجاست؟ بختیاران. بختیاران؟ این از اونجا میایی؟ باز کاریگر کی از در خانه؟ در خانه کس نیست، آقایم از مریض از در خانه است. خودت کار میکنی؟ یک خودم هستیم. چند نفر هستین در فامیل؟ 2 نفر هستیم. امروز در کل روز نسای بجا میشه چند کار کردی خودت؟ 100-300 روپیه است دیگه. باز او چند فایده میمانه؟ نه میمانه 100-1.5 روپیه کرام میشه و دیگه شه. 100-1.5 روپیه نان خشک میبریم یک بر خانه. خودت چی میکنی؟ خودمون برکات فروش هستم. سلامت. چطور از کاروبار؟ نیست کاروبار نیست، روزگار نیست، همه وضعیت ها خراب است. چند کار کردی امروز؟ 200 روپیه کار کردیم. 200 کرای راه بتم میره چی بتم؟ هیچ کار کل کارت شده یا فایده؟ نه 200 بسام سر پیسیم شده هم فایده. یعنی فایده الگ مونده باشه 20 روپیه 30 روپیه. دیگه این روز باران بیچی هیچ کار نیست روزگار. شما چتری هم ندارین کل کالایتان تر شده است چی رقم؟ دیگه غریبی است دیگه. که غریبی نباشه دیگه دال در خانه میبدین گرم نرم. خب غریبی است دیگه آمده است این شهر کابل اینه برای یک لقمه نان پیدا کردن. بیا توکل ما شما به خدای جانان. ولی چتری را ایره بتم یا تو را بتم؟ یا رقم دلت است. نه ایره تو بگو دیگه. حالا چی بگویم؟ تو زیادتر شدی یا ای؟ برای اینا میره بته. این بیچاره ترم شده زیاد. کل ما تر شده هستیم خب میره بته و بال داره. شما 10 ثانیه چشمتان پت کنین. ما یک جادوگری میکنم میشه که همیش جوره شوه. چی گفتی؟ جوره شو خدام خوش بندام خوش. بله. کل ما توی را بگی چشمت روی دو طرف که خب سعی نکنی خب کده گفتی؟ نیت صاحب منزل آسان. اینال تو سعی که طرف اندیوالت چتری داره یا نه؟ خوب است. خدا میربان دربار خدا نه کلانه آن میتم اگه تو حرکت ما برکت. حالا دیگه چی کنیم دیگه روزگار وضعیت خراب است. بیا خدا مهربان است. تو همی مایی کام کدت بگی که یکیش خو خراب شد که دیگه اش خراب نشه. میره خواهیم بگی تو درست 1000 2000 از طرف بی حاجی کریمه و حاجی صاحب کلان بچهشان میره بتان روان کرده. 2000 خودت بگی
2000 هم خودت بگی. این پیسه کار امروزتان است خب؟ دست خدا بیبیاجی رام خیر بده، کلگی خیر بده، شما رام خدا خیر بده. با عزت باشیم. با عزت باش شما. کیرل اینا یک بجارد بگیریم دیگه میریم خدا مهربان است دیگه. شک به شک. چتری هم از خودتان شد به خاطر زیر برف و باران هستین صحیح؟ سلامت باش خدا خیر. سلامت باشین ماما. خدا بیاجیرم خدا خیر بده، خودتون خدا خیر بده، خیر ببینید. خب دوستا دیگه تمام هموطنای ما ناچار هستند با این که اگر چتری بخرن و 200 سودا نمیکنن او را چتری بخرن نان چی رقم خانه ببرن. بنان ما دیگه یک چند دانه چتری خریداری کردیم، چتری هم برشان دادیم، یک مقدار پول هم قربانتان. خدا خیرتون بده، بخیر سلامت باشید. بخیر باش، سلامت باش. کارم کړی دا نن کار ورګ استاد دغه دوه بندلم راوړي دا 100 روپۍ درکې دا 50 روپۍ د دواړو وو همدا اول کار وو په دې کې بیا 100 روپۍ سره رواني ده دغه زبده کدا چای ده و سبارز ده یا کما که پاس برو پهلوان جان خان که ماما تا کور چیرته ده ما کور دی دانه کې ته ولې دومره حساب خرابي کوي رشیدي نوار وړو پښې ته راواخله چې به څو د کار کړی این دا دوه بندل هم راوړي دي 50 روپۍ 50 ده 50 ما دی سهار نه اوسه پورې سهار له اوسه پورې صبح دوستا 4 بجه عصر است و صبح تا بالا فقط نمی دسلاف اولشان است 50 روپه برشان میته او را میگه در پیش از سرایوانی باید بتیم ماما لگ مخی راشم دا 2000 تا واخله دا 2000 ته واخله خدای پاک د خیر دري خدای پاک د جنتونو ځای کړي خدای دې ډیر اجرونه درکړي ولا انده قم د اسلام خیر او جار د سم خیر ونده او صدا بیبیاجی کومک کړي ولندن نه همیشه دوستانو ته کومک کوي بس هغه ته دعا وکړي خدای پاک دې چار کړي دې خدای پر زړه خدای دې جنت فردوس ځای کړي او خدای دې تاسو ډیر وزونه درکړي خیر قربان زنده څه وایي بس اوس ډوډۍ مخري بچا کار ولګ خیر زه الله مال شچ مال نون خیر خب دوستا دیگه میگن مال تر میشد به او خاطر دیگه ورخطا بودن ما هم 2000 افغانی را برشان تقدیم کردیم دوستا ساحه به ساحه کوچه به کوچه سرک به سرک میگردیم تا ای که مستحقین واقعی را پیدا کنیم مثل اینی هموطن ما ببینیم که این کجا روان است و چی گفتنی داره ماما کجا روان هستی؟ سلام علیکم سلام برسه پدر خان سلامت باشید بخیر هستید جور خیرات دارید چی میکنید این روز برفی؟ کاربار میکنم کراچوانی میکنم ولی این روز برف چرا برام؟ ما 8 نفر نانخور هستیم چی چاره کنیم مجبور هستیم در کار بیایم بگاه یک نان اولادا رو گرفتم بریم کارگر خودت هستی؟ دمی 8 نفر خودم کارگر هستم بله این موی سفید دیگه چطور کنیم دیگه اولادا خورد است اولادا ما دختر است یک تعداد بچه ها خورد است مجبور هستیم از مجبوری بهتر است کارگری چند کار کردی امروز تقریبا 180 روپیه تا کار کردیم 180 دیگه هم طرف یک بار روان هستم خدا کنه چیزی وبیته برابری خدا مهربان است باز خانه کجا است خانه شهدای سالی نمی قلعه اسمت خان میشینیم خانه از خود است کرایی است چند کرا میتین خانه را 4000 روپیه کرا میتیم 3 خانه مردم هستیم 4 خانه سه فامیل هستیم باز تقسیم میکنیم بله امروز چند باید کار کنی باز بری خانه فقط ما که 400 400 کار بکنیم روزگار ما برابر میچله با روزگار و کمتر که بکنیم نمیشه پس میمونیم امروز 180 کار کردیم فعلا 180 کار کردیم این بارم روان هستیم که 100 بیته 150 بیته معلوم نیست سرکور است تا هنوز معلوم هیچ نیست
بیا توکل ما و شما به خدای جانان. آمین یا رب العالمین. به شک بدون شک نفس میکشیم. نفس میکشیم و الله هر چی که رضای الله است میشه. بالکل. این 2000 افغانی را از طرف بی آجی بگی. بسم الله الرحمن. برو بخیر طرف خانه. سلامت خداوند ایران به صدقه با آخرتش تبدیل کن صدقه. الهی امین. الهی امین. بخیر باشی. سلامت. قربان. چند کار کردی بخیر؟ این دشلاف والا دیگه. خانه کجاست؟ خانه پشت با قاضی. باز کی کار میکنه در خانه؟ فعلا ما هستم دیگه در خانه کار کنم. حالا چند باید کار کنی باز بری خانه؟ باید اکثر کنم زاد کار چیه؟ خب بار تر نشد دیگه و اینی گزاره بگی پیسه کار امروز است برو خانه بخیر. صحیح است. چند میته تا بار؟ 130 روپا میده. امروز نمیده سلاخ مثلا. امروز همی کل روز 30 روپا کار کردی؟ 30 روپا کار مثلا. چی که داشتم؟ در رفت سلاخ نکنم بیشتر. مادر خوب هستی؟ شکر بیادر. از مجبوری بیادر اینجا شدیم. روزگار خرابه، چوچه دار، اشتک دار، به خدا گرد نمک، روغن چیز در خانه داشته باشیم. 5 تا 6 تا نان میشه از اینجا میگیریم میبریم خانه. خانه در کجا؟ دیمزنگ. شوهرتان بچه کلان چیز ندار؟ بچه کلان ندارم، شوهر دارم. روزگار خراب شد، خانه نشین شد، یک دست یک پای بیخی فلج مانده. بیخی روزگار خراب، این قرقه اشتکای مز بیادر. حال اینجا شتین که یک چند تا نان چه وقت آمده مینی پلاستیک ماست به خدا دانه نان ما رو کس داده باشه. دونیم بج از خانه حرکت کردیم اینجا رسیم نه چیزی نه تا شام اگه 1 4 تا 5 تا کدام مسلمان بود گرفت نگرفت بیادر میریم خانه خلاص. یا خداوند رحم کنه. مادر از شما خانه؟ از مام دادیم از انگه. از جا یک جا هستیم؟ نه یک منطقه هستیم. از شما با شوهر چی کار میکنه؟ شوهرم کورتی پروشی میکنه چیز نمیخره کس نمیخره. سرک دالمان؟ آدمی کوت سنگی در هر جای میگرده دیگه. حال مریض از در جای افتاده. نه کار میکنه نه چیز دیگه. اونم گشنه و تشنه کار موندیم. 1 لقمه نان در خانه ما نبود گشتکا میخورد. حالا صبح که آمدین تا بال کسی بر؟ 1 لقمه نان نبود. پلاستیکای ما سینه بیادره. در دستای ما هیچ چیز نیست. چند دانه نان باید پیدا شود یا کسبته که باز برین شما؟ از خود منو تا اشتکاکای ما از خودم شوهرم اینه چند نفر میشه. اینی بی نان خور از خانه. یک دانم که بخوره 10 11 دانه. با خدا بیادر بنده خدا نباش مسته باشیم ما 400 دسترخوان نان نداشتیم. اشتکا که مجبور کرد چی کرد پدر اشتکایم گریان میکنه میگه نرو بارانت گفتم نمیرم. اشتکا پروای گوش نگیره ندار. بیا خدا رحم کنه. از شما کجاست مادر خانه؟ خانه در دیمزنگ. در دیمزنگ است. ما خودم خانه کرایی است که روغن نداریم چوب نداریم صندلی یک خپق قرار روغن چیزی نداریم. این خودم 4 تا نان 80 تا جمع میکنم. با خدا نه چند روز شد که باران از شوهرم دمانی خواهم ناجور است در غم مانده که چه در غم کنم. مادر از شما کجاست؟ از ما نمیدیم از زنگ است. پدر اشتکا تکلیف گرده داره در خانه دی سپیت است رفتیدگی دیگه در جایی. یک اشتکاک شیر خور دارم به خدا گورزمون شیر باشد کل اشتکایم گشنم ما مجبور از خانه میبراییم. نه نان بیا خدا هیچ چیز خدا نه رحم کنه. خب دوستان عزیز 2000 افغانی از پول بی آجی کریمه و پسر کلانشان ناجی صاحب باقی مانده بود. همی 4 تا مادر 500 ما میتم. این 3 تا تفلکا را دیگه من خودم نمیفهم که دارم پیسه یا نه. ما بچیم یکی استو ارسی ما شیشه نداره پلاستیک دلا گرفتیم.
یک همسایه آمد میگه آقای اشتکای دست پای شطور از خانه گرمه چی که یک دو روز گرفت زغال چی خود رایی کرد تندور خوده پشت از او که شد وام دیگه رایی نکرد 2 تا 3 تا کمپل از هرشمین دایم هم تو مفتاده جای یا خداوند رحم بیا در وضعیت ما خراب است هر روز همینجا هر روز نمیجسته هر روز اینه بر خدا و نانوایی والا معلوم است هر روز نمیجسته خب او پیسه خواسته را بیبیاجی بود ما برای می هر 4 شما 10 نان میگیرم از طرف خودم همکارای ما هم تبره خدا جان جور بده تا زنده باشی زنده بخیر باشی ما سپاسگزاریم از بیبی حاجی کریمه و حاجی صاحب متین و نظیم جان که از لندن مبلغ 53400 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند که از آن جمله مبلغ 45000 افغانی را به گونه‌های مختلف به نیازمندان نقداً پرداخت نمودیم. مبلغ 5000 افغانی را مطابق دستور خانم کریمه برای آقای نظری هدیه گردیده بود و مبلغ 3400 افغانی هم برای تهیه این برنامه به مصرف رسید و در قسمت اخیر برنامه مبلغ 1000 افغانی هم نان و خشک برای چند نیازمند از طرف تیم برنامه اشک لبخند هدیه گردید. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.